بعد مصنف رحمت الله علیه گفتن که فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم و اجتهدت. اگر از حلوای علم میچشیدی، تعلیم گرفتن علم و تعلیم دادن علم را از همه چیز بالا میدانستی و در این راه سعی و کوشش میکردی. یعنی وقتی که یک انسان در علم، در تعلیم آن و تعلیم دادن آن سعی و کوشش ندارد، حرکت ندارد، بی‌پروایی میکند، این دلالت میکند که این لذت علم را نچشیده است. مصنف میگوید که فلو قد ذقت من حلواه طعما، اگر از حلوای علم یک دهن میچشیدی، تعلیم دادن علم را از همه چیز بالا میدانستی و در این راه کوشش و غیرت میکردی. بنابراین همه چیز از سبب ندانستن میشه. الله تعالی در قرآن کریم سرزنش کرد آنهایی که چیزی قیمت بها را به چیزی پست عوض میکنند. بنابراین کودکای هم الله تعالی یتیم ها را هم گفت که امتحان کنید، اگر آنها به سن تمیز رسند، عقل آنها مکمل شود و آنها صاحب تمیز شوند، یعنی مقصد 100 سوم تیدو 100 سوم به مناسب اگر خرید کرده بیاید، این شخص الکی اهل است که برای پول داده شود. آن شخصایی که عقلشون کامل نیست، 100 سوم تیدو مثلا 5 سوم چیز خریده بیاید، اینها پول دادن ممکن نیست. صاحبان یتیم، ولی یتیم یا پدر و مادر کودک باید به این گونه کودکا پول ندهد، برای اینکه آنها نمیداند، آنها هر کس فریب داده پولی کلانش گرفته چیزی معده دادنش ممکن است. بنابراین هر آدمی که دنیا را با آخرت عوض کند اونم بی عقل است. گفتم حتی اگر سرور دولت باشد، اگر آخرتش به دنیا عوض کند او بی عقل است. بنابراین مصنف گفتن که اگر تو طعم علم را میچشیدی، واقعا این علم طعم دارد، ایمان طعم دارد، لذت دارد، اگر این طعم را تو میچشیدی، یگان چیز را از علم و از آموختن آن بالا نمیدانست.